سلام بچه‌ها. امروز یه نوب سگ اومده و داره میگه وان تو وان، یعنی تک به تک بریم کاستوم اینجا و میگه 0-7 میکنه، یعنی 7-0. آره داره همینجوری پیام میده. اوکی اینو میبریم کاستوم، ولی من با این کاستوم زرد نمیرم چون فشار میده 100%. و با ایشون قراره که کاستوم وان شات رو بزنن. اوکی کاستوم وان شات بزنیم، اینو ببینیم چجوری میزنه، کلا بازش چیه. آره خیلی خوب، داشتم رو بر یه ذره فشار بیاد چیت میزنی مادرشو میکنه اینجوری بره. خیلی خوب، اولش کم اینجوری خالی و عالی میریم ببینیم سطح بازیش تو چه سطحیه. بنازم سنسمونو تا بچینیم و اینها یه ذره طول میکشه. 76 سیال 54 بیا 54 عوضی، بیا 54 لاشی ولش. میشد با اون بیارم پایین. بنازم سطح نداره بچه ها، مادر این بدون چیت همینجوری میخواستی رو داشت بزنی پشمام ناموسن. که 0-7 میکنی داشتم ها، راش بده. بدون هیچی دارم میزنم بنازم. دیمیتری که نداره بنازم. 0-7 میکنی. آره سب کن فقط ببین. اوکی مشتی پرطرفدار بنازم. داداش 0-7 میخواستی کنی 0-7. هی میگم 0-7 7-0 یعنی منظورش بوده، ولی خب من میگم 0-7 یعنی من 0 اون 7. چه گوشری گفتم داداش؟ از اون دور میزنی خب به زور میخوره داداشم. بیا راش بده، راش بده، بیا راش بدم، بیا بنازم. داداش ببخشید، فکر نکنم بتونی بزنی عزیز. بنازم. این کلیتیر که این چی بود؟ کلیتیر نمیخوره به هیچ عنوان. دیگه همینجوری واسه خودمون بچینیم دیگه، ببینیم چی میشه. این دفعه تیرش بخوره میمیرم. میدونی چرا؟ چون که اینو ندارم. کجا میری؟ اوه بنازم میری؟ باشه برو. اوه دیگه راش نراش. بیا تو بیا. خطگیر باشه، بعدم هد باشه. حاجی بنازم، خدایی بنازم.
روش بده داداش، روش بده. پشمو از اینجا میشه بیا. به خدا اگه با این جدی باشم. اوکی، میخوام از الان سری بازی کنم، یعنی سری مادرش رو تموم کنم بریم. بنازم من فقط همون راندای اولش رو میذارم با راندای آخرش رو، چون من رکورد روشنه نمیخوره، باز آخرش چه ببرین چه ببازیم میذارم واسهتون دیگه که چی کار شدیم داشتمون. فشار میده. داداش نتم هم خرابه به قرآن. بنازم خب اسمش هم که اینه دیگه، نمیدونم چی، یعنی آخر ویدیو هم میذارم که چجوری. خب داداش نمیذارم که بزنی، خب چرا فشار میخور؟ اوکی بیا. نه بابا. اوه بله، همون جوری که مشاهده میکنید نتم هم خراب. عزیزان 7 از این ور میذارم 7 راند، 5 راند آخرش هم میذارم دیگه چی میشه. دمتون گرم. نه 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 نباید راند بگیریم. همونجور که میدونین MP40 باید بردارم چون شاتگانم نمیخوره. خداحافظ. راش بده داداش. چرا؟ خدا نگهدار. اوکی پندست آخرشم میذارم. و بله دوستان، همونجوری که میبینین تا راند 30 زدیم تو یه رو تقریبا، و داداشمون هم که وایسشون بازه الان، ایرانی هم نیستن و یوتیوبر برزیلی هم بنوازن. البته هندی بود. هندیا. بله و همونطور که میدونید نه پنلی زدیم نه چیتی، فقط یه ایم باتی زدیم که داداشمون سری کارشون تموم شه و اوکی دیگه. همینجوری که میبینید پاره شدن ایشون. برو این میخواست بزنه پارم کنه، 7-0 کنه داشتم. یا یه دیزرت بزنم ناموسن. اوه، بله همونجوری که میبینی داره پاره میشه ایشون. بنو یه دیزرت دیگه بیا. یوتیوبر هندی باشه داداش، با یو ام پی نزن. من یو ام پی برمیدارم. خب بیا من ام پی 40 بزنم بهت. بیا نمیخوره. یه... نه دیگه. برو گریه نکن. گریه. اوکی برو. اوکی برو. ساری برو. ساری. بک داد. دیمیتری زدم بک داد. 34 ران زدم، یه ران دیگه میخواست بخوره بدبخت. سب کن
بنازم 13 کی دمیج زدم. اونو ببین 4 کی 5 کی. بیارمش اگه بیاد تو لابی. بهش اد که دادم. بله قبول کرد. برو ساری برو. برو ساری. دیمیتری برو. نو برو. نو بابا. Oh, oh, I love you, bro. Thank you. Goodbye. بله همون جوری که دیدین هندی مندی نگویدم. خب هر کی بیاد تو کاستوم پاره است. اگه میخواین کاستوم بیان شما هم همین زیر کامنت ها بگید شما رو هم بیارم پاره کنم. البته داشای گل همین ولی خب دیگه این بود کاستوممون و دیدین که حتی نکشید به راند آخر بک داد یارو. البته خیلی دوا مردا. فکر کنید 34 راند بخوری نتونی یه راند بزنی بازم باشید تو کاستومی فشار اونم با ادعا بری کاستوم. خلاصه که این بود کاستوممون. دمتون گرم. عشق منی.